بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. السلام علی ربیع الانام و نظرة الایام. سلام بر بهار مردمان و سرسبزی روزگاران. سلام به همه شما منتظران ظهور حضرت مهدی ارواحنا له الفدا. همه شما هم نفسای دوست داشتنی یاد خدا. الهی که حالتون خوب باشه، سلامت و تندرست باشید، شب شما به خیر باشه. این نهمین و آخرین شبیه که ما به دعای شما مشرفیم به مسجد مقدس جمکران، مسجدی که به ذکر و نام و یاد امام زمانمون برپا شده. الحمدلله رب العالمین دعاگوی شما هم هستیم. انشاءالله شما به زودی زود مشرف بشید. ما این چند شب رو به مناسبت ایام آغاز امامت و ولایتشون اینجا مشرف شدیم. فردا هم سال روز ازدواج حضرت خاتم الانبیا با مادر حضرت زهراست، خانم ام المؤمنین خدیجه کبری سلام الله علیها، که فقط خدا میدونه این پیوند و ازدواج چه برکاتی داشته و داره و همچنان خواهد داشت. هفته دفاع مقدسه. من همه اینا رو یک جا همچین کادو پیچی شده با کمال احترام تبریک میگم به همه شما هم نفسای دوست داشتنی یاد خدا. 2 بیت هم با همه وجودم میخوام تقدیم بکنم و در واقع از خدای بزرگ و مهربانی مسئلتی داشته باشم. بعدش یه بخش رو ببینین، برمیگردیم گفتگو شروع میکنیم. گفتش که یا رب عید است عطا بر همه ده، یا رب عید است عطا بر همه ده، بر قصه و اندوه همه خاتمه ده، پایان غم همه ظهور مهدی است، تعجیل فرج به مهدی فاطمه ده. اللهم عجل ولیک الفرج. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنیدم و جای آقا میری دارن صلوات میفرستن. گفتم چه ذکری بهتر از این. به قول آقایون مجری و مجلس گردونا دهان رو همه با هم خوشبو کنیم. شما اگه این کارو بکنید خیلی خوب میشه. یه دست و یک رنگ و همدل و همراه و هم نفس میشیم با هم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آقا سلام. سلام علیکم. مبارک باشه. همچنین. عرض تبریک قبول باشه. خدا خیرتون. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر حضرت عالی بینندگان عزیز. ایام رو تبریک عرض میکنیم. محبت داریم. ایام امامت حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا، هفته دفاع مقدس و همه بینندگان عزیز ارجمند و منتظران ظهور حضرت ولی عصر انشاءالله. خیلی ممنونم، محبت کردین، تشریف آوردین. شما هم فرمودین عید امامت و ولایت امام زمانمونه. یه چند سال اخیریه که من یه عبارت دیگه ای رو هم خیلی میشنوم، خیلی هم خوشحال میشم وقتی این عبارت رو میشنوم. اونم عید بیعت. یعنی اینکه ماها در سال روز آغاز امامت و ولایت امام زمان چقدر خوبه که یه بیعت دوباره بکنیم با ایشان، تجدید عهد و پیمان و میثاق. بیعت ما با امام زمان الان چجوری میتونه باشه؟ چجوری باشه خوبه؟ اگه موافقین راجع به این صحبت. محضرتون عرض کنم که بسم الله الرحمن الرحیم. من سوال حضرت عالی رو از این منظر بهش پاسخ بدم. خب ما الان در دوران عصر غیبت کبرای حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا هست. بله. و به عبارت دیگه انشالله که جزو منتظران ظهور هم الهیان هست. ما عرضمون است که منتظران ظهور حضرت ولی عصر 2 طیفن که 2 نگاه دارن. طیف اول اونایی هستن که قبول دارن امام زمان هست، منتظرن، اما منفعلن. بله. چرا منفعلن؟ چون نگاهشون به مسئله ظهور این است که ما نمیتونیم برای ظهور کاری بکنیم، خود حضرت باید بیان و ظهور کنن، هر وقت صلاح بدونن و خود حضرت اصطلاحاً میان اصلاح امر میکنن.
و قائلا ارزش‌های دینی و اسلامی و انسانی سر دست گرفته نمیشه، مخفوله، کنج عزلته، یه گوشه‌ای هست، یه طیف خاصی قائل به این ارزش‌ها هستن. ارزش‌ها در عالم قبل از ظهور حضرت حاکم نیست. قاطبه بشر فهم درستی از این ارزش‌ها نداره، شناخت دقیقی از این ارزش‌ها نداره. یعنی اگر امام زمان فردا ظهور بفرمایند، دنیای قبل از ظهور این طیف اول یه دنیای سردرگم غرق در فساد و بدبختی و بیچارگی است که خود حضرت باید ظهور کنه و مسائل رو حل کنه. اینا امام زمان رو قبول دارن، منتظر ظهور هم هستن، ولی منفعلن، یعنی قائلن که ما نمیتونیم اقدامی بکنیم، خود حضرت باید مسائل رو حل کنه. خب این یه طیف. ببینید ما اگر میخوایم با امام زمان عهد ببندیم، خب ما الان در دوران عصر غیبتی، اگر من نگاه صحیح و عمیقی نسبت به مسئله ظهور نداشته باشم، آیا میتوانم در عصر غیبت یک منتظر واقعی باشم که بخوام عهد ببندم با امام زمان؟ میشه هم چیزی؟ نوع عمل کرده ما در عصر غیبت این خیلی مهمه. خیلی نوع عمل کرده ما در عصر غیبت برمیگرده به نوع نگاه و فهمی که از ظهور داریم. یکیش همین مسئله‌ای که دارم عرض میکنم. آقا دنیای قبل از ظهور چه شکلیه؟ یه نگاه اینه که ارزش‌های دینی و انسانی و اسلامی حاکم نیست، یه کنج عزلتیه، تو سریخوره، کسی صدای از این ارزش‌ها به گوشش نخورده، اگرم خورده یه اقلیتی، یه تعدادی در یه گوشه‌ای، در یه جغرافیای محدودی. این یه نگاه. پیروان زیادی هم در طول تاریخ تا همین الان داشته و داره. اما نگاه دوم این است که نخیر، ظهور امام زمان ارواحنا له الفدا زمانی محقق می شود که قاطبه بشر بخواهند، قاطبه بشریت بخواهند. دنیای قبل از ظهور طیف دوم هم همونن، اینا منتظرن، اینا ظهور رو قبول دارن، امید به ظهور دارن، امید به ظهور موعود حقیقی دارن، اما فعالن، اهل اقدامن. حرفشون این است که نه خیر، ارزش‌های دینی، ارزش‌های انسانی و اسلامی باید در عالم حاکم بشه، باید سر دست گرفته بشه، باید قاطبه بشری ارزش‌ها رو ببینن، بفهمن، بچشن. بشریتی که هیچ شناختی از امام زمان نداره، این چجوری میخواد به امام زمان ایمان بیاره؟ بشریتی که طعم اسلام ناب رو نچشیده، حالا این صرفا به نامی نیست که حتما برم مسلمون شنا، نه. من شما سوال میکنم، همون سوالی که کربلا عرض کردم ازتون، آیا اونایی که ابی عبدالله رو دوست دارن صرفا شیعیانن؟ نه خیر. حتی از مکتب اسلام هم باید بریم اونورتر، مسلمان نیست ولی امام حسین ما رو دوست داره. چرا دوست داره؟ چون خیر دیده از این دوست داشتن. اون خانم زرتشتی که بچه‌ها مستند درست کرده بودن در تهران، ظهر عاشورا یه خانومی رو آوردن، اواسط این گفتگو دیدن اصلا این مدل حرف زدن شبیه به ما نیست. سوال خانم شما دین چیه؟ گفته من زرتشتی. خانم شما زرتشتی ظهر عاشورا اینجا چیکار میکنی؟ گفته بود حسین شما باب المراد، جواب ما زرتشتی ها رو میده، جواب من هم داده. دقت میکنی؟ اینکه قاطبه بشریت باید بخوان تا ظهور محقق بشه، نه اینکه قاطبه بشریت باید برن مسلمان بشن. نه، میشه مسیحی باشه ولی به این نتیجه برسه که آقا اگر میخواد زندگی من درست بشه، این ظهور موعود شیعیانه که میتونه کار منو درست کنه. پس باید ایشونو بشناسونیم بدون. بعد بشناسونیم. خب این شناسوندن یکی از اساسی ترین مسائلش اینه که آقا ارزش ها باید سر دست گرفته بشه.
یکی از برکات دفاع مقدس همین بود. حالا قبل از دفاع مقدس داشتم همش به این فکر کردم که امام خمینی چه ثوابی کرد، چه کولاکی کرد. برای همین انقلاب اسلامی در قرن امروز ما و در طول تاریخ بشریت اساسی ترین مسئله است که سرعت داد اینکه انقلاب اسلامی زمین ساز ظهور مطلق حضرت ولی عصره. انقلاب اسلامی چقدر تونست این ارزش ها رو به دنیا معرفی کنه؟ در هیچ برهه‌ای از تاریخ اسلام شما این گونه نمیبینید بشریت با ارزش ها آگاه باشه، بفهمه و یه سری ایمان بیارن به این ارزش ها. پس ببینید نه فقط آشنایی بلکه خیلی جاها حتی کادرسازی بشه در گوشه و کنار دنیا. لذا شما دیگه امروز مسئله مهدویت رو نمیتونید انحصار به ایران بدانید. بله. در گوشه و کنار عالم و روز به روز هر چقدر که داریم به ظهور نزدیک میشیم بشر بیشتر داره به سمت معنویت سوق پیدا میکنه. لذا حالا این دقت رو داره. پس طیف اول امیدوارن ولی منفعلن، اهل اقدام نیستن. طیف دوم امیدوارن اما فعالن، اهل اقدامن، اهل برنامه ریزی‌ان. ببینید شما وقتی میخواید ارزش ها رو در عالم حاکم کنید این برنامه میخواد. یه امر یک دفعه‌ای نیست، یه امر تدریجیه. مرحله به مرحله ای هم که داره این اتفاق میفته، هر مرحله ای مانع متناسب با اون مرحله هم داره. یعنی شما در کنار برنامه ریزی مانع شناسی هم میکنید. بله. که آقا مانع این مرحله امروز ما چیه؟ مرحله رو عبور میکنیم، از مانع عبور میکنیم. مانع هم یه امری است که به هر حال در همه ادوار انبیاء الهی هم بوده، در دوره امام هست. و کذالک جعلنا لکل نبی شیاطین الانس والجن. پیغمبر ما این فقط مال تو نیست، پیغمبران قبل از تو هم این بودن. اما این نکته مانع اینه، این مانعی که در مقابل مسیر حق قرار گرفته به اراده الهیه. نمیشه خدا اراده کند مانع در مسیر حق قرار بگیره اما قدرت عبور از مانع رو به ما عنایت نکرده باشه. این خلاف حکمته، این خلاف عدله. خدا حکیم است، خدا علیم است. پس اگر مانعی در مقابل ما قرار میگیره قدرت عبور از این مانع رو خدا به ما عنایت کرده. للحق دوله و للباطل جوله. باطل یه جولانی میده، ثبات نداره، استمرار نداره، بقا نداره، از بین رفتنیه. کف روی آب، کف روی نسبتش با حق کف است به آب. آبی نباشه کفی نیست، نوری نباشه ظلمتی معنا پیدا، ظلمت موقعی معنا پیدا میکنه که نوری باشه. پس ببینید حالا به همین وقت محدودی که امشب محضر بینندگان عزیز هستیم، آقا این مهمه خیلی. این که بشینیم دور هم مشکلات رو بشکنیم آخرش بگیم ان شاءالله آقا میاد. خب آقا میاد چیکار کنه؟ ببینید عبارت ها خیلی قشنگه ولی اگر این عبارت ها به قول ما شکافته بشه بعضی موقع حرفای خطرناکی درش هست. امام زمان ارواحنا له الفدا میآین و خود حضرت اصلاح امر میکنن. خب یعنی چی؟ یعنی امام زمان علیه السلام میان تحت هر شرایط، دنیا هر شکلی که باشه باشه. حالا کاری نداریم بعضی از این مکاتب انحرافی، جریانهای انحرافی بحث مهدویت قائلا ما باید کمک کنیم به ظلمت بشر. بشر هر چی بیشتر غرق در ظلمت بشه ظهور زودتر محقق میشه. لذا شما در فرمایشات امام یه نکات تندی داره نسبت به بعضی از این جریانهای انحرافی که شما همونهایی بودید که با ساواک همکاری میکردید، با طاغوت همکاری میکردید. حالا مفصله چون واردش بشم بعد بحث به نقطه برسونم. ببینید این که بعضیا اون جریانی که مثل نگاه اول قائلن که آقا بشر هر جوری میخواد بره، حتی بعضیاشون میگن بعد غرق شه در فساد و بعد کمک کنیم در این غرق شدن. حرفشون اینه که خود حضرت میاد اصلاح امر میکنه. آقا اصلاح امر میکنه یعنی چی؟ یعنی حضرت میاد نگاه میکنه تمام بشر مؤمن میشن؟ بله مؤمن میشن. خب آیا امام زمان چنین قدرتی داره؟ بله داره، ما هم قبول داریم امام زمان چنین قدرتی داره. اما سوال ما اینه
امام زمان، نه فقط امام زمان، اساساً امام چنین قدرتی داره. اما سوالمون اینه رفقا، بینندگان، عزیزان دقت کنن. ما وقتی میگیم امام زمان اصلاح امر میکنه، نگاه میکنه، بشریت هدایت میشن، این یعنی چی؟ سوال اولمون اینه که چه امامی از این قدرتش استفاده کرده که امام زمان استفاده کنه؟ اگر بنا بود هدایت این گونه اتفاق بیفته، خب حسین ابن علی در کربلا یه نگاه میکرد لشکر عمر رسد متدین میشدن. این همه مصیبت، این همه شهادت، این همه سختی، این همه اذیت، امیرالمومنین نگاه میکرد، امام حسن یه نگاه میکرد، آقا موسی بن جعفر یه نگاه میکرد، این همه در سیاهچال قرار نمیگرفت، این همه امامان ما اذیت نمیشدن، امامان ما شهید نمیشدن. کدوم امام از این قدرت استفاده کرده که امام زمان حال استفاده کنه؟ کدوم پیغمبر الهی اینجوری مردم هدایت کرده؟ دو، شما وقتی میگه حضرت نگاه میکنه مردم هدایت میشن، یعنی چی؟ یعنی حضرت تصرف میکنه. ببینید خدا انسان رو اشرف مخلوقات قرار داده. خدا، حالا وقتمونم کمه، نه 10 دقیقه تا پایان داریم. چقدر وقت داریم؟ تا پایان برنامه 10 دقیقه وقت. من اینو جمع‌بندی میکنم. ببینید خداوند متعال انسان رو اشرف مخلوقات قرار داده. این خیلی مهمه. چرا؟ نه اینکه ما دو گوش داریم، دو چشم، دو پا. خدا انسان رو مختار آفریده، آزاد آفریده. به انسان هم شهوت عنایت کرده، هم عقل. اون روایت معروف امیرالمومنین که عقل انسان، البته این عقل ما عبد به الرحمن و عقل به معنای اطاعته. اگر عقل انسان بر شهوتش غلبه کنه از ملائکه بالاتره، اگر شهوتش به عقلش غلبه کنه از حیوان پستره. اولئک کالانعام بل هم اضل. خب پس خدا انسان رو مختار آفریده، آزاد آفریده. آقا وقتی امام زمان در ما تصرف میکنه به زعم اینایی که میگن، یعنی امام زمان قدرت آزادی و اختیار از من میگیره. وقتی قدرت آزادی و اختیار من رو از من گرفت، حالا میگه بگو لا اله الا الله، منم میگم لا اله الا الله. من هنری ندارم که کاری نکردم. چه ایمانیه؟ بعدم اگه قرار بود بشر اینجوری مؤمن بشه، خب این همه سال ظهور، این همه زحمت، این همه روایت راجع به معرفت، قراره آدما امتحان پس بدن، رشد کنن. امام زمان ظهور میفرمایند، کاملا دفع و رفع میشه موانع فهمیدن حقیقت برداشته میشه. خب بشر با اختیار و آزادی کامل خودش میگه اشهد ان لا اله الا الله. این ایمان، اون ایمان. اونایی که میان میگن خود حضرت اصلاح امر میکنه، آقا هر جوری دنیا میخواد بشه، اونا حرفشونی که حضرت در عالم تصرف میکنه. نه، حضرت ایمان رو تصرفی در عالم حاکم نمیکنه، کاملا موانع از سر راه برداشته میشه. اون زحمت هایی که در عصر غیبت کشیده شده، اون ارزش هایی که حاکم شده، یعنی بشر کاملا آگاه به مسئله است، میچشیده دیگه. اون صد نهایی رو امام زمان به بشر ارائه میکنه، بشر خودش با اختیار خودش هدایت میشه. این اون هدایت نهاییه، اون هدایت اصلیه. حالا نکته اینه، وقتی نگاه ما به ظهور یه همچین نگاهی باشه، خب طبیعی است که در عصر غیبت هم من تفاوتی برام نمیکنه، دنیا هر جوری میخواد بشه. ببین چقدر عوض میکنه مسئله رو. خیلی. لذا اگر حتی جامعه ما ظهور رو یک رسیدن با برنامه ریزی و اقدام بدونه، چی میشه؟ کاسب محل هم برنامه ریزی میکنه. آقا پس من باید حلال کاسبی کنم، مسئولش هم همین. لذا آقا اون آقای مسئولی که میاد بر طبل بی‌حیایی میکوبه، این خائن به جمهوری اسلامی فقط نیست، خائن به مردم نیست، خائن به امام زمان و اسلام و قرآن و جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی و شهدا و مردم هست. اون خائنه، تعارف هم نداریم. اون کسی که میخواد بیاد جامعه رو از مدار حیا و غیرت خارج کنه، او خائنه.
ببینید چرا دارن بر طبل ولنگواری میکوبن؟ چرا دارن کثیف‌ترین روابط انسانی رو در دنیا علنی میکنن؟ چرا؟ بشری که غرق در این فسادها بشه اون به اون قابلیت نمیرسه. جریان استکباری ما اینو میدونه، بعضیا تو داخل ما نمیدونه، به حسب ظاهر نمیدونه، امیدوارم که ندونن. دقت میکنید حرف رو؟ بله بله. پس ببینید اگر شما مسئله ظهور رو اینگونه ببینید که آقا ارزش‌های دینی و اسلامی باید در عالم حاکم بشه، بشریت، قاطبه بشریت باید بچشه. چرا از اسم حاج قاسم سلیمانی ما در بعضی از این فضا میترسن؟ چرا؟ اسم قاسم سلیمانی چه خطری برای اونا داره؟ شما اهل رسانه اید، چرا همین شبکه‌های بیگانه حتی یک دقیقه از پیاده روی اربعین مردم ما مخابره نمی‌کنن؟ اربعین بیدار کننده است، اربعین بیدار کننده است، بشر رو به فکر فرو میبره. اینا کی هم؟ چیکار میکنن؟ دقت میکنید حرف همینطوره. بله. حرف امشب ما اینه که آقا اگر نگاه ما به مسئله ظهور صحیح باشه، ما اقداممون به عنوان یک انسان در اصل غیبت کبری حضرت ولی است، یه اقدام صحیح. اگر نگاه ما به مسئله ظهور غلط باشه، نوع عملکرد ما در اصل غیبت غلط. این کاملا به هم تنیده است. لذا ما اگر میخوام با امام زمان در اصل غیبت عهد ببندیم، باید عهد ببندیم، ولی باید بفهمیم در چه دورانی داریم سیر میکنیم و چگونه به ظهور میرسیم. من نمیتونم با امام زمانم عهد ببندم ولی با نائب امام زمانم کاری نداشته باشم. من نمیتونم با امام زمانم عهد ببندم ولی نسبت به مسئله ولایت فقیه بی تفاوت باشم. دقت میکنه حرفو؟ اینا کاملا تنیده است. لذا جمله آخره، خیلی تلاش میکنن که نگاه جامعه ما رو به ظهور نگاه انحرافی قرار بدن. این خیلی مهمه. حالا به اندازه وقتی که داشتیم عرض کردم، یه بار دیگه جمله آخرتون رو بفهم. خیلی ها تلاش میکنن. ما 2 دقیقه هنوز وقت داریم. خیلی ها تلاش میکنن، دارن تلاش میکنن که نگاه جامعه اسلامی و جامعه توحیدی رو، نه فقط مردم کشور ما، نسبت به مسئله ظهور دچار انحراف کنه. به همین نگاهی که عرض کردم. بله بله. البته اینو بگم این تلاششون برای مردم ایران بیشتر از بقیه جاست، چون اینجا پرچمدار، خیمه اینجاست، علمدار اینجاست، چشمه اینجاست. این خیلی مهمه. پس ما باید بریم به سمت قرائت صحیح از مسئله ظهور. قرائت ما از ظهور صحیح باشه، عهد ما عهد درسته. زندگی ما در اصل غیبت میشه یک زندگی امام زمان پسند، چون زندگی ما در اصل غیبت متناسب به تعریف ما از ظهوره. اگر نگاه ما به مسئله ظهور غلط باشه، زندگی امام غلط. عهد امام عهد نیست، شعار. عهد ما میشه شعار. پس ما باید مجدد مرور بکنیم نگاهمون رو به ظهور حضرت حجت. من یه مقدار صریح‌تر میخوام بگم، ما باید نسبت به بعضی از نگاهامون به مسئله ظهور تجدید نظر کنیم. باید تجدید نظر. منتظر منفعل نیست، منتظر کنج عزلت نشین نیست، منتظر تو سری خور نیست، منتظر نسبت به جامعه دینیش بی تفاوت نیست. مثلا همینجوریش هم کسی که منتظر کسی بیاد میبینیم بشینه یه جا بی قراره، بی تابه، این ور میره اون ور میره، یک دم در رو نگاه میکن. اینا تو رفتار اجتماعی و فردی ما باید اینجا شهدا معلوم میشه که آقا منتظر اینا سر اعتقادشون جونشون رو دادن. بله بله. خیلی ممنونم. انشاءالله فرصت ها بیشتر باشه، بتونیم توی برنامه خدا از مباحث شما استفاده کنیم. بزرگان ما، اساتید ما که حالا اختیار داریم.